دغدغه سالم خوری داری، این ویدیو مالته. محصولات سالم و ارگانیک دلفیز، کورنفلکس، شیر و کمی پسته. حالا همه اینا رو با هم ترکیب میکنیم. کورنفلکس، شیر. من خیلی دوست دارم شیر با کورنفلکس ترکیب شه. و خب ترکیب از شیر و کورنفلکس بافت کرانچی در عین حال آب داره. حالا یه ذره پسته بهش اضافه میکنم. اینو به عنوان یه میانبرده یا صبحانه سالم و سریع و سیر میتونید استفاده کنید. و توت فرنگی کرانچی دلفیز. یه ذره توت فرنگی هم آتیش میکنم. این بهترین و سالم‌ترین ترکیبیه که میتونید داشته باشید. هر موقع گشنت شد، حتی در طول روز، فوق‌العاده است. محشر. یه ترکیب به این خوشرنگی، دلبری و خوشمزگی. عالی. هم پسته، هم توت فرنگی، هم شیر، هم کورنفلکس. طعم ترشی توت فرنگی با کورنفلکس قاطی میشه. نگم براتون. برای فصلایی از سال که توت فرنگی نداریم، وقتی حالا شیر، آب به این توت فرنگی بخوره، حس توت فرنگی تازه رو میده. خیلی خاصه. اگه تو هم میخوای از این توت فرنگی ها یا هر نوع میوه‌ای توی خونت داشته باشی و از این میانبرده های سالم و سریع و سیر درست کنی، فقط از طریق دایرکت یا واتساپی که توی بیو پیج هست به ما پیغام بده.